نمیدونم کتاب کیمیاگر رو خوندی یا نه. این کتاب فوق‌العاده است. خلاصش اینه یه چوپانی بغل یک کلیسای قدیمی با 5 تا 10 تا گوسفند زیر درختی می‌نشست و گوسفنداشو میچرون. پشمای گوسفندا رو میبرد شهر میفروخت و برمیگشت. یه زندگی نرمال عادی داشت. این چند شب پشت هم خواب میبینه که یک گنجی توی اهرام ثلاثه است، یک گنج عظیم جواهر. این انقدر این خوابو میبینه میره پیش یه تعبیر خوابی، بعد اون هم بهش میگه باید بری اهرام ثلاثه. این آدم پا میشه قدم به قدم به اهرام ثلاثه برسه. گوسفنداشو میفروشه، پولاشو جمع میکنه، اما تو شهر اول دزد کیفشو میزنه و کل داراییشو میبره. این آدم دیگه پول نداشته حتی برگرده شهر خودش که گوسفنداشو بخره، حتی برگرده به کار قبلیش. چی کار میکنه؟ مجبور میشه 1 سال 2 سال چند سال تو اون شهر برای کسی کار کنه. قشنگی داستان اینه که به هر شهری که میرسه و مجبور کار کنه با آدم‌های جدیدی آشنا میشه و چیزهای جدیدی از اونها یاد میگیره. خلاصه وارد صحرای مصر میشه. اصلا اونجا عاشق کسی میشه و میگه من باید دیگه همینجا بمونم. بهش میگم ببین اگه تو دنبال این هدفت تا تهش نری، 10 سال بعد هم که ازدواج کردی این تو فکرت اگه میرفتم اون جواهره چی بوده؟ پس برو، اگه جواهر رو پیدا نکردی برگرد یا بعدش یه تصمیمی بگیر. میره با کلی سختی و اینا میرسه به اهرام ثلاثه. شروع میکنه به کندن زمین، اما هیچ چیزی رو اون بنا پیدا نمیکنه. یه سری سرباز میان دورش، میبینن این داره یه چاهی رو میکنه، میگن حتما جواهر داره میخواد اینجا چال کنه. شروع میکنن به قصد کشت اینو میزنن که جواهر تو بده. میبینن هیچی نداره. این میگه به خدا من دارم اینجا رو میکنم به گنج برسم، خودم دنبال همون جواهرم. رئیس این سربازا میاد میگه تو دیوانه ای؟ برای چی داری اینجا رو میکنی؟ میگه یه خوابی دیدم که زیر این اهرام ثلاثه یه گنجه. میگه مگه دیوانه شدی؟ واسه یه خواب اومدی اینجا دنبال گنج بگردی؟ تو چندین سال تو راه این صحرای سوزان بودی که بیا اینجا گنج پیدا کنی؟ میگه آره. میگه ببین تو خیلی احمقی. منم چند سال پیش خواب دیدم که یک جواهری زیر یک درختی بغل یک کلیسای قدیمیه که یک چوپانی همیشه اونجا میشینه و گوسفنداشو میچرونه. منم اگه مثل تو احمق بودم باید میرفتم اونجا دنبال اون گنج میگشتم. برو بابا، حالا چون انقدر تو احمقی و ساده لوحی ما امشب تو رو نمیکشیم. ببین این جای گنج رو میفهمه و برمیگرده همون شهری که بوده، همون جایی که خودش مینشسته زمین رو میکنه و به صندوق جواهری که از قبل از جنگ جهانی اونجا خاک شده بوده میرسه و ثروتمند میشه یه شب دیگه. ولی تعبیر اصلیش چیه؟ اینه که گنج واقعی همون جایی که تو هستیه، همون درون خودته. ولی اگه اون راه رو نمیرفت هیچ وقت به این جواب نمیرسید. کل داستان زندگی ما هم همینه. گنج اصلی همون جایی هستش که خودمون هستیم. پس نباید برای گنج اصلی جای دیگه دنبال چیز دیگه‌ای بگردیم، باید درون خودمون رو بگردیم.